سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم سر حال و خوب باشید. هیچ چیز به اندازه حل نکردن معما، پازل و یک راز نمیتونه فکر آدم رو مشغول کنه. در سراسر دنیا و در طول تاریخ رازهای بیشماری وجود داشتن که برخی از اونها همچنان کشف نشده باقی موندن و این سوال در ذهن به وجود میاد که چرا این رازها مخفی شدن؟ چرا کدنویسی شدن؟ چرا با عکس نمایش داده شدن؟ و خیلی چراهای دیگه. این معماهای پیچیده تقریباً با اعصاب و روان فردی که سعی در کشف اونها داره بازی میکنه. شاید برخی از اونها حل بشن و هدفشون هم مشخص بشه، اما برخی هنوز هستن که همچنان رازآلودن و هیچ کس تا کنون نتونسته منظور اصلی اونها رو تشخیص بده. در ادامه با ما همراه باشید تا 10 راز باستانی که تا به امروز حل نشده باقی موندن رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. نسخه خطی ووینیچ. بعد از پیدا کردن این کتاب توسط عتیق شناس روسی لهستانی تبار به نام ویلفرد ووینیچ، کتاب مذکور به این اسم نام گرفت. این کتاب یک معمای پیچیده است که شامل نقاشی‌های خارق‌العاده‌ای از گیاهان و جانوران و نمادهای خاص و جهانیه که تلویحاً اشاره به علوم کیهانشناسی و فارماکولوژی داره و مجموعی از طرح‌ها و ساختارهایی خاصه که هیچ شباهتی به زبانهای کلاسیک، مدرن و یا دوران باستان نداره. زمانی تصور میشد که این کتاب حاوی اسرار نهان و مرموزیه که میتونه کلیدی در قدرت و دانش بی‌نهایت باشه. بسیاری از رمزگشایان برجسته دنیا از جمله جان تیلتمن و بعضی از اعضای سازمان امنیت ملی آمریکا برای رمزگشایی این نسخه خطی تلاش کردند، اما موفق نشدند تعداد بالغ بر 170,000 گلیف پیچیده اون رو که رمزگذاری شده بود تشخیص بدن. به نظر میرسه چنین پیچیدگی غامضی دلیلی بر نفی دروغین بودن کتاب باشه، گرچه هنوز هستن کسایی که مخالف این قضیه‌ان. فرضیه‌ای که اخیراً مورد توجه قرار گرفته بر این باوره که در این نسخه خطی روشی از نوشتار به کار گرفته شده که مفهوم اون رو پنهان میکنه، به این معنا که اکثر متونش بی‌محتوان و تنها چند بخش از نظر فرهنگ واژگانی قابل قبول هستند. کره‌های سنگی کاستاریکا. سنگ‌های کروی شکلی که در دهه 40 میلادی در دلتا دی کویز در جنوب کاستاریکا کشف شدن به عنوان یکی از عجیب‌ترین اسرار باستانشناسی دنیا شناخته میشن. قطر این سنگ‌های کروی عجیب که به نظر میرسه به دست انسان‌های دوران باستان ساخته شدن از چند سانتیمتر تا بیش از 2 متر متغیره. بعضی از اونها وزنی در حدود 16 تن دارن و به نظر میرسه که این اشیا که مثل مجسمه هایی شبیه هم ولی در اندازه های متفاوت هستند با دقت و مهارت زیادی ساخته شدن. کره های سنگی کاستاریکا از چند جهت توجه مردم دنیا رو به خودشون جلب کردند. یکی از این موارد شکل خاص این سنگ ها و اندازه و وزن های متفاوتی بود که این کره های سنگی داشتند. از سوی دیگه این کره ها قدمتی دیرینه داشتند و مواد تشکیل دهنده و روش ساخت اونها برای دانشمندان جالب بود. اما چیزی که بر جذابیت این سنگ ها افزوده اینه که اصلاً به چه دلیل چنین سنگ هایی ساخته شدن و مردم دوران باستان در چه مواردی از اونها استفاده می کردن. با این حال هیچ کس نمیدونه هدف از ساختن این کره های سنگی دقیقاً چه چیزی بوده. ساخت این توپ‌های سنگی زمانی که کاشفان اسپانیایی پا به این سرزمین گذاشتن متوقف شد. در نتیجه تا دهه 40 میلادی که این سنگ‌ها کشف شدن آنها کاملاً به فراموشی سپرده شده بودند. هرم امپراتور اول چین و ارتش سرخ. سال 1974 زمانی که تعدادی از کشاورزان استان شانشی
قصد حفر چاه آبی رو داشتن، نمیدونستن که با بزرگترین گنجینه مقبره چین شیهوان مواجه خواهند شد. گنجینه‌ای که متشکل از تندیس هزاران سرباز، اسب، عرابه و سوار نظامه. در این منطقه پیش از کشف گنجینه عظیم ارتش سفالین همواره آثاری از سفالگری مشاهده شده، اما گستردگی و عظمت این کشف در اون زمان با شگفتی فراوانی همراه بود. در این مجموعه عظیم مجسمه 8000 سرباز، 130 عرابه، 520 اسب و 150 اسب سوار نظام، همه در اندازه‌های واقعی وجود داره. از اونجا که این ارتش در نزدیکی مقبره چین شیهوان واقع شده، تصور میشه همه اونها متعلق به یک مجموعه بوده باشن. دولت چین اجازه بازدید از این منطقه را به کسی نمیده و فقط چند تن از مقامات خارجی همچون ملکه الیزابت موفق به بازدید از این مجموعه شدن و فقط تعدادی عکس و ویدیو از این مجموعه در اختیار عموم قرار داره. سنگ‌های پوماپونکا. پوماپونکا به معنی راهروی پومه. به داشتن سنگ‌های عظیم، پیچیدگی طراحی و دقت فوق‌العاده‌ای که در برش و طرز قرارگیری اونها دیده میشه شناخته شده است. در پوماپونکا سنگ‌ها جوری در کنار همدیگه چیده شدن که نمیتونید یک تیغه چاقو رو در میون اونها فرو ببرید. با توجه به این ویژگی‌ها، پوماپونکا اغلب به عنوان دلیلیه که زمین توسط بیگانگان یا موجودات افسانه‌ای دیگه مورد بازدید قرار گرفته که در ساخت بناهای سنگی بسیار پیشرفته‌تر از انسان‌ها بودند. ساختارهای سنگی مایه تحیر باستانشناسانیه که نمیتونن برش سنگ‌های جدا از هم با امکانات محدود اون زمان رو توصیف کنن. سنگ‌های به هم پیوسته پوماپونکا از گرانیت و دیوریت ساخته شدن که فقط الماس از اونها سخت‌تره. پس اگر مردم باستان این سنگ‌ها رو خودشون ساختن، میبایست از ابزار الماسی استفاده کرده باشن. یه نکته عجیب دیگم در مورد این سنگ‌ها وزن فوق‌العاده بالای اونهاست. هر کدام بیش از 800 تن وزن دارن. این امر با توجه به فاصله 16 کیلومتری نزدیکترین معدن سنگ بسیار تعجب برانگیزه. حمل چنین تخت سنگ‌هایی حتی با تکنولوژی‌ها و امکانات بالابر و حامل مدرن امروزی نیز بسیار دشواره. کفن تورین. این کفن باعث ایجاد بحث‌های بسیار زیادی میان دانشمندان، مردم با ایمان، مورخان و نویسندگان شد که کجا و چه زمانی و چگونه این کفن ساخته شده. از یک دیدگاه مذهبی، پاپ پیوس 11 تصویر رو با توافق کلیسای کاتولیک روم به عنوان چهره مقدس مسیح پذیرفت و اون رو وقف مراسم چهره مقدس مسیح کرد. بعضی بر این باورن که این پارچه بر صورت مسیح در مدفنش گذاشته شده. شکاکان اون رو سند جعلی مربوط به قرون وسطا میدونن و دیگران اون رو تأثیر واکنش‌های شیمیایی طبیعت بر پارچه میدونن. در سال 1988 با استفاده از روش علمی تاریخ‌گذاری رادیوکربن، دانشمندان کفن را متعلق به 1300 سال بعد از مسیح نسبت دادند و سپس بحث و ادعاهای زیادی مبنی بر اشتباه بودن این آزمایش به وجود اومد. بعد از آزمایش‌های متنوع توسط افراد مختلف، سرانجام در سال 2008 محققان در دانشگاه آکسفورد با رادیوکربن پارچه رو دقیق‌تر آزمایش کردند و احتمال تاریخ اون رو که متعلق به زمان زندگی مسیح باشه تایید و آزمایش‌های سال 1988 رو تکذیب کردند. با تمام این اوصاف، کفن تورین هنوز جزو معماهای حل نشده بشریته و تحقیقات همچنان درباره اون ادامه داره. استونهنج. دوایر سنگی استونهنج یکی از عجایب جهان باستان و از مشهورترین محوطه‌های باستانی امروز جهانه که از سال 1986 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. قدمت این محوطه باستانی که در ویلتشایر انگلستان واقع شده به عصر نوسنگی و عصر مفرق برمیگرده.
استونهنج از 2 دایره سنگی متحدالمرکز تشکیل شده که ارتفاع سنگ‌های دایره درونی اون به 6 متر و وزنشون به حدود 50 تن میرسه. به عقیده کارشناسان استونهنج در چند مرحله و در یک دوره زمانی 1000 ساله از 3000 تا 2000 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده. ساخت استونهنج در زمان خود یک شاهکار مهندسی و مستلزم انگیزه، وقت و نیروی انسانی بالایی بوده. با این حال تا امروز دلیل ساخت استونهنج روشن نشده. هرچند تئوری‌های زیادی در مورد کاربرد و دلیل ساخت این دوایر سنگی وجود داره که هنوز هیچ یک از اونها به یقین ثابت نشدن. خطوط ناسکا. خطوط ناسکا مجموعه‌ای از خطوطه که در صحرای ناسکا یک دشت بایر واقع شده. این دشت به طول 80 کیلومتر و بین شهرهای ناسکا و پالیا در پرو کشیده شده. این خطوط توسط فرهنگ ناسکا خلق شده. صدها شکل منحصر به فرد وجود داره که از نظر پیچیدگی از خطوط ساده تا مرغ‌های مگسخوار، عنکبوت، میمون و مارمولک دارای تنوعن. خطوط ناسکا به جز از فضا قابل تشخیص به صورت خطوط منسجم نیستن. از این رو حد زده میشه که مردم ناسکا هرگز نتونستن کاری رو که خلق کردن رو به صورت منسجم ببینن. اونچه بیشتر ما رو در سردرگمی قرار میده نگاره های جانورسانیه که در اونجا ترسیم شدن. این تصاویر چگونه میتونستن خلق بشن وقتی که خالقان اونها بدون داشتن وسیله‌ای برای پرواز امکان چک کردن روند کار رو از منظری مناسب در ارتفاع نداشتن؟ هیچ یک از این طرح‌ها اونقدر کوچیک نیستن که از روی زمین قابل رؤیت باشن، در حالی که از زمین این تصاویر به مانند یک سری رد بدون شکل از تایر خودرو که از پهنه دشت عبور کرده جلوه می‌کنن. این اشکال وقتی چهره واقعی خود رو برملا می‌کنن که از فاصله چند صد متری از سطح زمین دیده بشن. در اون ناحیه هیچ ارتفاعی یافت نمیشه که بتونه این حد ارتفاع مناسب رو ایجاد کنه. جزیره ایستر. جزیره ایستر در اقیانوس آرام جنوبی واقع شده و متعلق به کشور شیلیه. جزیره ایستر به خاطر تندیس‌های 400 ساله عجیب باستانی خود معروفه. به این تندیس‌ها که در راستای کرانه دریا به خط ایستادن موآی گفته میشه. در بین سالهای 1250 تا 1500 ساکنان این جزیره برای عبادت و راز و نیاز به این منطقه می آمدن. موآیی‌ها در سرتاسر جزیره پراکندن. بسته به اندازه و وزن موآیی‌ها تخمین زده میشه که بین 50 تا 150 نفر برای حمل اونها توسط غلتک‌های چوبی و سورتمه مورد نیاز بوده. سنگین‌ترین موآی وزنی حدود 86 تن داره. مجسمه‌های عظیم یا موآی در طی یک دوره کوتاه کنده‌کاری شدن. تقریباً نیمی از موآیی‌های باقی مونده در رانو راروکا واقع شدن. باقی مانده‌های کوکائین و تنباکو روی مومیایی‌ها. یک باستانشناس مسئول آزمایش کردن مومیایی بود تا متوجه بشه مصریان باستان از چه مواد مخدری استفاده می‌کردن و میزان این مصرف تا چه حد بوده. این باستانشناس موفق به کشف اثرات کوکائین و تنباکو در مومیایی‌ها شد. از اونجایی که نیکوتین و کوکائین گیاهانی هستند که فقط در قاره آمریکا یافت میشن، محققان به این فرضیه رسیدن که مصری‌ها با مردم قاره آمریکا ارتباط فرهنگی داشتند. اگر این موضوع صحیح باشه، مصریان قرنها پیش از اروپاییان نیم کره غربی رو کشف کرده بودند. ناهمواری‌های دریای بالتیک. کشف جسمی شبیه به یک بشقاب پرنده در قعر دریای بالتیک در سال 2011 سبب بروز شگفتی و سردرگمی بسیاری از دانشمندان شد. فسیلی که در سال 2011 کف دریای بالتیک کشف شد به وضوح یک بشقاب پرنده بود که با زمین برخورد کرده بود. در غیر این صورت چی میتونست باشه؟ شاید یک جسم شکل گرفته توسط طبیعت
و بر اثر عوامل جغرافیایی؟ خیر. مجله لایف ساینس میگه که پیتر لیندبرگ، سرپرست تیم غواصی که ادعای کشف این بشقاب پرنده رو داره، مکان دقیق این کشف رو اعلام نکرده و شواهد ضد و نقیضی برای پشتیبانی از ادعاش ارائه نموده و اعلام کرده که به زودی در قالب یک مستند اطلاعات بیشتری فاش خواهد شد. راز و رمزهای زیادی از دوران باستان تا به امروز برای ما به جا مونده و برای خیلی از اونها هنوز هیچ جوابی نداریم. اما یه چیز کاملا مشخص و معلومه: گذشتگان ما اونقدر که ما فکر میکنیم بی فرهنگ و خالی از علم نبودن. شاید بهتره بگم در بسیاری موارد پیشرفته تر از امروز ما هم بودن. به نظر شما سوالاتی که امروز برای دانشمندان پیش اومده و تمام این عجایب کار مردم باستان بوده یا فرازمینی ها؟ در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید.